شاهدانه یا علف یا گل عموماً با نام ماریجوانا میشناسنه. یه داروی روانگردانی هست که از گیاه شاهدانه گرفته شده. این مواد اکثراً با تاثیرات سرخوشی و حس آرامشی که به مصرف کننده خودش میده شناخته میشه. در حالی که اکثر افراد اون رو برای تفریح مصرف میکنن، بعضی از افراد این مواد رو به جهت خاصیت‌های داروییش و خاصیت‌های آرامش بخش و تسکین درد و ضد تهوعی که داره استفاده میکنن. نیکوتین یک محرکه که در محصولات تنباکو و عمدتاً سیگار وجود داره. نیکوتین به شدت اعتیاد آوره و باعث تحریک ترشح دوپامین داخل مغز میشه که همین موضوع به احساس لذت و آرامش سبب میشه. سیگار هم همونطور که احتمالاً میدونید عامل اصلی بیماری‌های قابل پیشگیری مثل سرطان ریه و مشکلات قلبی و عروقیه. هروئین یک ماده افیونی غیرقانونیه که از مورفین گرفته شده. مواد افیونی مثل هروئین و مورفین از گیاه خشخاش گرفته میشن. هروئین به شدت قوی باعث ایجاد سرخوشی و تسکین درد میشه که همین موضوع با عوارضی مثل نارسایی تنفسی، اعتیاد شدید و سایر مشکلات بزرگ سلامتی همراهه. سوء استعمال هروئین پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گسترده‌ای رو به جا میذاره و منجر به بیماری‌های عفونی مثل HIV به دلیل استفاده مشترک از سرنج‌ها بین معتادان میتونه بشه. شیشه یک محرک قوی دستگاه عصبی مرکزیه که باعث افزایش انرژی و تمرکز میشه. البته عواقب شدیدی مثل مشکلات قلبی و عروقی، مشکلات مربوط به دندان یا دهان و مشکلات روانی رو به همراه داره. جالب بدونی شیشه یا متامفتامین برای اولین بار در اواخر قرن 19 توسط یک شیمیدان ژاپنی به نام ناگای ناگیوشی ساخته شد و در طول جنگ جهانی دوم شیشه به سربازان آلمانی، ژاپنی و آمریکایی داده میشد تا بتونن خستگیشون رو کاهش و هوشیاریشون رو افزایش بدن. فنسایکلیدین یا کوتاه شده اون PCP یک بیهوش کننده است که باعث القا کردن توهمات میشه. ادیان گفتن به هم ریختن درک فرد مصرف کننده، تشخیص ندادن تفاوت واقعیت با خیال از جمله عوارض این مواد مخدر هستند. این امر باعث میشه که فرد مصرف کننده رفتار غیر قابل پیش بینی و اغلب خطرناکی به همراه داشته باشه و میتونه اثرات منفی طولانی مدتی روی مصرف کننده داشته باشه. استروئیدها یا استروئیدهای اندروژنی آنابولیک که اسم خیلی طولانی دارن، در اصل باعث تغییرات مصنوعی هورمون‌های جنسی مردانه یا همون تستوسترون میشن، در حالی که استفاده پزشکی برای این مواد مخدر وجود داره و کاملا قانونیه، ولی استفاده غیر پزشکی از اون به خصوص در ورزش میتونه منجر به مشکلات سلامتی جدی بشه. از جمله مشکلات اون مشکلات قلبی و عروقی و تغییرات خلق و خویی هست. ماشروم قارچ‌های حاوی ترکیب توهمزای سیلوسایبن هستند که به عنوان ماجیک ماشروم یا ماشروم جادویی شناخته میشن. این قارچ‌ها منجر به هم ریختگی ادراک، توهمات بصری و شنیداری، احساسات عمیق و تحولات ذهنی میشن. با اینکه استفاده از ماشروم آسیب‌های جسمانی کمی وارد میکنه، ولی میتونه عواقب روانشناختی داشته باشه. البته میتونه عوارض جانبی اضطراب و افسردگی پس از مصرف رو برای برخی از افراد هم داشته باشه. LSD با نام شیمیایی اسید لایزرژ دیتیل آمیل یک داروی توهمزای قویه که باعث تغییر ادراک و خلق و خو میشه. LSD به خاطر تاثیرات دراز مدت خودش شناخته میشه و میتونه توهمات رنگارنگ شدیدی رو ایجاد کنه. اثرات روانشناختی این مواد در دراز مدت تا به امروز به صورت کامل شناخته نشدن. MDMA یا اکستسی یک داروی ترکیبیه که باعث به هم ریختگی خلق و خو و ادراک و ایجاد احساس سرخوشی و افزایش انرژی و گرمای عاطفی میشه، اما میتونه اثرات نامطلوبی از جمله کم‌آبی و افزایش دمای بدن و مشکلات قلبی رو به همراه داشته باشه. این ماده با افزایش آزادسازی سروتونین، دوپامین و نوروپینفرین در مغز عمل میکنه و فروش اون در بعضی از کشورها غیر قانونی. لین یک ماده مخدر تفریحیه که ترکیبی از شربت سرفه بر پایه کدئین و آب نبات یا پاستیل هست. لین به خاطر داشتن کدئین میتونه اثر آرام بخشی رو ایجاد کنه. استفاده نادرست اون منجر به مشکلات جدی سلامتی از جمله اعتیاد، افسردگی و مشکلات تنفسی میشه. با این حال اغلب در رسانه‌های اجتماعی مثل موزیک ویدیوهای مختلف به ستودن اون میپردازن. همچنین چندین رپر معروف به دلیل مصرف بیش از حد این ماده اووردوز کردن.
کوکائین یک محرک قویه که باعث افزایش انرژی، تمرکز، بیخوابی و سرخوشی میشه. با این حال مصرف اون میتونه مشکلات قلبی و عروقی، اعتیاد و یک طیف وسیعی از مشکلات جسمانی و روانی رو به همراه بیاره. کتامین یک بیهوش کننده تجزیه‌ای هست که باعث ایجاد حالت خلسه مانند و توهم میشه که در طبابت به عنوان بیهوش کننده برای اسب‌ها استفاده میشه. اما استفاده تفریحی در انسان میتونه منجر به توهمات بینایی و شنوایی و مشکلات روانشناختی طولانی مدتی بشه. مصرف کننده های کتامین ممکنه پدیده‌ای به اسم سوراخ کی یا کی هول رو تجربه کنند. سوراخ کی یک حالت خلسه و توهمی شدیده که باعث از دست دادن درک زمان و تحریف حس واقعیت میشه. مصرف کننده های اون بعد از مصرف اکثرا خودشون رو در حالت بیجانی و پاسخگو نبودن پیدا میکنن. MDA یک آمفتامین روانگردان شبیه به اکستسی هست اما با اثرات متفاوت. میتونه باعث القای احساس همدلی و افزایش انرژی بشه، هرچند ممکنه خواص توهمزایی بیشتری هم داشته باشه. کتاب امروز همگی به طور کامل ناشناخته هستند. DMT یک ماده توهمزایی قویه یا به عبارتی قوی ترین ماده توهمزای دنیا که در گیاهان خاصی پیدا میشه و باعث به وجود اومدن تجربه های روانگردان کوتاهی میشه. اکثرا با احساسات معنوی یا عرفانی نادری همراهه. همچنین تعداد مصرف کننده های این ماده مخدر به شدت کم است. با این وجود باید از مصرف این ماده مخدر به شدت خودداری بشه، چرا که تأثیراتی که میتونه بر ذهن مصرف کننده خودش بذاره ناشناختن. کراتون یک درخته که در نواحی جنوب شرقی آسیا وجود داره. برگ‌های اونها روی ترکیبات خاصیه که بسته به دوز مصرف اثرات محرک یا آرام بخشی رو به وجود میاره. در حالی که اکثر افراد برای تسکین درد یا آرام بخشی استفاده میکنن، اما این گیاه میتونه به شدت اعتیاد آور باشه. انبام یک داروی توهمزای ترکیبیه که اثرات LSD رو تقلید میکنه و اغلب روی کاغذ بلاتر به اسم LSD فروخته میشه. اما استفاده از این ماده مخدر با خطرات خیلی گسترده‌ای نظیر تشنج و نارسایی اندام‌ها همراهه. به عنوان مثال LSD شما رو تا مرز اووردوزی که به مرگ منجر بشه نمیبره و اگه شما تاثیرات روانشناختیش رو نادیده بگیرید، انبام‌ها خیلی عوارض شدید و مرگبارتری رو دارن. الکل یه ماده روانگردان پرمصرفه که در بعضی از کشورها قانونی و در بعضی از کشورها غیر قانونیه. الکل سیستم عصبی مرکزی رو تحت فشار قرار میده که همین موضوع منجر به اثراتی مثل ایجاد حس آرامش و سرخوشی و البته کاهش هوشیاری میشه. با وجود این مصرف الکل میتونه منجر به مشکلاتی برای کبد بشه و همینطور منجر به اختلال مصرف الکل. اختلال مصرف الکل جزو اختلالات روانی محسوب میشه که اثرات مخربی بر سلامت جسمی و روانی افراد میذاره. اما آخرین و مهمترین موادی که من خودم هم استفاده میکنم لایکه. آره لایک. وقتی ویدیو رو لایک میکنی، همون یه دونه لایک به من کلی انگیزه میده که ویدیوهای خیلی بهتری بسازم. مثل همیشه ممنونم از توجهت.